میگویم به شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است و این نوبت ما برنامه رو پیشکش میکنیم از باغ ایرم از دور جمهوریوی کدبانوی بهترین. خب بشبهه برای هر یکی ما و شما معلوم است که سال 2019 2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است از جانب پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان و امروز میبینید که چگونه دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری تاجیکستان مهارت و ملکه کدبانوی خود را در اینجا نشان میدهند و میبینیم که همشون یک مهارت خیلی عالی دارند و قید باید کرد که این نفرانی که عین حال در دور جمهوریوی شرکت می‌ورزند به واسطه در دورهای اول در دورهای انتخابی خوب در همون منطقه خودشون موقع‌های نمایان موقع‌های فخری را اشغال نمودند و میبینیم که چگونه مهارت و ملکه نشان میدهند و کدام دانشجو و دانشجویان کدام دانشگاه و دانشکده جمهوری تاجیکستان خب سزاوار جایهای افتخاری میگردند. بعد از چند لحظه و میخوریم و میبینیم از مهارت و ملکه این نفران مرا همراه باشید. این برنامه خونی تاجیکستان است از شبکه سفینه. عزیز اکنون هم صحبت میشیم با یکی از اشتراکچیان این آزمون. بگوان اندیره هستم، دانشجوی کورس یکمی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. چون که میبینید ما طرز تیار نمودن سمبوسه رو نشان میدیم و از وقت تنگ بودن پیشکی نمونهش رو تیار نموده آوردم و باز خمیرش رو تیار نموده در اینجا وقت طرز پیچاندن آنها را به شما نشان میدهم. دوستان عزیز آمد دارد خونی تاجیکستان از باغ ایرم گفتیم از جریان آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین و گفتیم که صحبت میکنیم با چند تن از دانشجویانی که مهارت و ملکه عالی کدبانوی دارند یعنی پخت و پز را میتوانند و از عهده آماده کردن خوراک‌های ملی تاجیکی میبرند و این خیلی خوب است. باز هم صحبت میشیم. سلام علیکم. سلام. نام شما چیست؟ منیژه. من магистранти курси дуюми донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон мебошам. Ман имрӯз қалама бо пиёзу кабутӣ карда истодам, чунки ҳозир фасли баҳор аст ва бояд ҳама аз кабутиҳо, аз сабзавотҳо истеъмол намоянд ва ман хостам ки ҳамин қаламаро пешкаш намоям. ба шумо муваффақият мехоҳем. саломат бошанд. من اسمانا خیرنیسا هستم، دانشجوی کورس دومی فاکولته کتابداری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسون زاده. خیلی خوب. امروز من میبینم که خب سمبوسه آماده میکنید. بله. خب چگونه است همین آماده کردن سمبوسه یا خود عموما پخت و پز رو از کی آموخته شما؟ برای من آماده نمودن سمبوسه این گویم خیلی آسان است و راحت بخش است و من آماده کردن خوراک های ملی را بیشتر از مادرم و از اپاهایم یعنی در محیط عائله آموختم. دوستان عزیز من فکر میکنم که با دیدن این خلای عزیز علاقه پای بردید که این نفر مهمان یا خود قهرمان اولین برنامه خونی تاجیکستان بودند در سال 2018 خلای دولت‌های بور دیگر. سلام علیکم. علیکم السلام. در این 2019 من کدبانوی بهترین همین ناحیه شهرینه دههای عجم اعلام گردیده شد و همین چیز دعوت کردن مونم و همین دستاویزهای من همین هنرهای خودم در یک جوان 40 هنر کم است. انا باید همین جوانو همین مهم برین من همین خیلی پیرم شون همین خیلی هنرمند شون و همین خیلی من همین با جوانوی با پیشترانگی با یوتیان
همه هنراشون احیا دادن گیرن منم اون پیر شده من جوانای حاضره به چند قطر شاگردا داریم. تشکر زیاد. بیننده عزیز بار دیگر میگویم که خب مهمانی ما هستند مادر بسیار هم بزرگ خولای دولتای مهمانی اولی یعنی نشر اولی برنامه خونی تاجیکستان. ما باور داریم که امروز نیز یکی از جایهای نمایان رو اشغال میکنید. تشکر زیاد. سلامت باشید. سلامت باشید. دانشجوی کورس دوم دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان. از بس که هنوز فصل بهار است من تصمیم گرفتم که خورش بهاری یعنی که از کبوتی‌های سبزی بهاری خورش پیشکش شما نمایم و این خورش من خورش سبز نام دارد و با بسیاری از بیماری‌های فشار بلندی و اشتها فایده آور است و این چنین خورش اشتها آور می‌باشد. تشکر زیاد. موفقیت می‌خوایم با شما. من ستار و شاهزاده هستم دانشجوی دانشکده اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. اصلا به این آزمون تشریف آوردن من مقصد از آن است که به حیات مستقلانه قدم گذاشتن یک قدم استواره هست و ما از چنین آزمون ها خیلی خوشحال هستیم که با مثال دختران دیگر دانشگاه و دانشکده ها شناسایی پیدا میکنیم و چخیلی که به همه ما معلوم است امسال سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. ما رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. ما خیلی خوشحال از چنین آزمون ها هستیم. ما به شما موفقیت می‌خوایم. سلامت باشم. ابراهیم گلسنبی امروز هم چه روزی کیبانوی بهترین در جمهوری اعلان کردشتن ما هم با یک تیاری اومدیم که امروز در این نروی مردمی خدمت در شهر دوشنبه نشان میدیم و پیش از همه میخوام تمام جوانان رو به تربیت کنیم که به همین کارهای در دوره کمتر پیشتر از ما بودن میره یاد بگیرن باموزن. و من میخوام از شما پرسونشم که همین جوان دختر غیر از اونی که مثلا خوراکای ملی رو از عهده پختنش میبرد باید کدام خصلت ها رو داشته باشه؟ پیش از همه خصلت خوب آداب آدمگری. اگر وقتی که زن آداب نداشته باشه آدمگری نداشته باشد یگان اینا رو در نزد مادر در نزد خسر خشتما نمیتابد. برای من پیش از همه آدمگری آداب. دوستان عزیز هم صحبت بودیم با یک تن از صاحبکاران بسیار موفق گفتیم کدبانوی بهترین از شهر کولا. برنامه ما ادامه دارد. با ما باشید. این برنامه خونی تاجیکستان است از شبکه سفینه. موفقیت می‌خوایم به شما. سلامت باشید. دوستان عزیز ادامه دارد برنامه خونی تاجیکستان. من در حلقه انا مادران خطلون زمین حضور دارم در اینجا و هم صحبت من هستند مشرف خولای مشرف از ناحیه وسیع. سلام علیکم بار دیگر. سلام علیکم. خب امروز با کدام دستاویز با کدام خوراک مهارت ملکه خب خود رو نشون دادن اومده در این آزمون؟ من امروز در آزمون شیر برنج، شیر کدو، فطیر مسکه، نانهای گندمی، فطیرهای تعاملی و دیده است پیروگ ها و قلمه. خیلی خوب خیلی خوب. و من میبینم که در اینجا خب محصولات نانی است و از جمله گفتید که شیر برنج، شیر کدو هم خیلی است. چگونه است الان توجه جوانان به هنرهای مردمی در ناحیه وسیع؟ در ناحیه وسیع زنهای هنرمند بسیار هستند. من هم هنرمند هستم با بیش از هنرمند چهور هستم و چکندوز هستم که با این هنرهای خود صاحب گرانت پرزیدنتی علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان گشتم و میفخرم از آن که در تمام سطح جمهوری معرفی میکنم. تشکر زیاد. موفقیت میخوایم با شما. موفقیت و خونیون هستیم که حتما که موقع افتخاری رو اشغال نمایید. خب مادر دیگری من هستند دوستان عزیز خالای بسیار مهربانم از همدانی ناحیه همدانی هستند. بار دیگه سلام علیکم. سلام. احوالتون چگونه است؟ باغ چگونه است؟ استراحت کرده ایستاده اید؟ بله. خب نانهایی که من میبینم در اینجا در طرف همون خطلان میگن نانهای تنوکی میگیم ها؟ تنوکی هم میگیم، چپاتی هم میگیم ها؟ قلمه، ارزوق. خیلی خوب. محصول دست خودتون هستن؟ بله بله. خیلی خوب. چگونه است؟ اوی جوانان میخواند آموزند. مثلا میبینیم که این حال کمک جوانان تنبل شدند، هوشیار شدند. بله. و همین
хӯрокҳои миллиро омода карданаш, ман борҳо дар барномаам гуфтам ки омода карданаш гарчанде ки бисёр лазиз бошанд, вале омода карданаш камакак мушкил аст. аз нафар бояд як пуртоқат бошад. ҳамин тавр аст? Бале, чӣ гуна меомӯзонед шумо? кайбонуе ки метавонам ин корора мушкил нест. бале, не ки натавонам мушкил аст. дуруст қайд кардед. хеле хуб. ба шумо муваффақият мехоҳем. раҳмат. муваффақ бошед. имрӯз ман дар ин озмун иштирок карда истодам ва нон ва кулча омода менамоям. нону кулчаҳое ки ман омода менамоям дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон маъруфу машҳур аст ва дар тамоми хонаводаҳои тоҷик истифода мебаранд. ман имрӯз дар ин озмун иштирок карда истам ки то маҳорату малакаи катбоногии худро нишон дода ва дар як сатҳи баланд қарор диҳам, ки барои мо ҷавонон чунин як озмунҳо, чунин як фестивалҳо ташкил мекунанд, ки барои дар як сатҳи баланд қарор гирифтани ҳунари катбоногии мо дарак медиҳад. ташаккури зиёд, муваффақият ба шумо. дӯстони азиз, барномаи мо идома дорад ва меҳмони навбатии мо ҳастанд. дар ҳамин фестивал омаданд то бубинанд аз ҳунарҳои бисёр волои бонувони Тоҷикистон, аз маҳорату малакаи мардуми тоҷик. Ли Дюншу, корманди телевизиони Синхуаи Ҷумҳурии Мардумии Чин. First of all, welcome to Tajikistan. This is the first time for me to come to Tajikistan. Tajikistan, yes? Tajikistan. Okay. But the city is very beautiful and the climate is good. And people is very kind. I want to know about what the differences between Tajik foods and I mean Tajik cuisine and Chinese cuisine. Chinese cuisine. I think there are some things are same like in Xinjiang. Yes. Yes, I went to Xinjiang before. I think the food looks like it looks Yes. like, but I haven't tried. I will try it today. I think. Okay. What do you say about the Tajik ability of Tajik women? Ability. Ability, yes. Just cooking. I think they're very skilled in cooking. I say this in this food festival. I think the landscape is very beautiful. The land, the mountains, snow mountains are very beautiful. Okay, very good. So, would you like to taste some of our national dishes if you Yes, want? I like. Okay? Yes, I like. دوستان عزیز، خب من کوتاه‌ک برای شما ترجمه میکنم که چی گفتند که تاجیکستان بسیار کشور زیبا بوده است، به خصوص شهر دوشنبه. خب زنان تاجیکستان بسیار مهارت بلند کدمانوگی دارند و خوراک‌های بسیار لذیذ است و من پیشنهاد کردم که آیا خواهش دارد که چشد از یگان خوراکی تاجیکی گفتند که با دیل و جان. Let's go. Let's go. Okay. Mister, you can taste it, okay? Please. Yes, from this. How do you think? You can eat it with egg, yes. Good? How is the taste of this? It's our very popular dish of Tajik nation. Yes, I think there's some difference Yeah? from us palaf Yes. in Central Asia.
Yes, yes, yes. The taste You is have different. just like something like this, yes? Yes. But it's more tasty, I think. More tasty. More Thank tasty. you very much. You can test all of these. It's Okay, free thank for you. you, for gas. Welcome to Tajikistan. Welcome. دوستان عزیز گفتم که همصحبت من بودند مهمان از جمهوری مردمی چین کارمند تلویزیون سینخوای این کشور. ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. من مویدین و رخشانه دانشجوی دانشگاه مالیه و اقتصاد جمهوری تاجیکستان میباشم. سلامت باشم. چنانکه که معلوم است اینجا آزمون جوان دخترانی با کدبانوی جمهوری تاجیکستان خودمان رفته ایستاده است. من در اینجا سه نمود سمبوسه ورقی تاجیکستان ملی خودمان را نشان میدهم که از دو نمود عبارت میباشد. پیش از آنی که خمیر را تنوک کنیم رو بعد روغن کردن باز یک بار دیگر از بالایش خمیر را میپیچانیم چون که ورقهایش بسیارتر بیاید و ریزانک بیاید. دوستان عزیز همصحبت من هستند برنا رحیمова مدیر بخش کار با زنان و اویله نویه شهر نو. السلام علیکم بار دیگر. و علیکم السلام. بخشیده به سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بانوان ناحیه شهر نو در آزمون جمهوری کدبانوی بهترین شرکت ورزیده ایستادند که امروز از ناحیه ما اپای زیاده در این آزمون شرکت ورزیده ایستاده است که محصول هنر کدبانوگی خود را به معرض تماشا گذاشته ایستاده است. امروز در آزمون از روی سه نمود طعام‌های تاجیکی ما آمادگی گرفتیم که امروز این بانوی هنرمند مهارت و ملکه خود را نشان داده ایستاده است. من مدینه бекназарова магистранти донишкадаи доракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошам. боиси ифтихор ва хушбахтист ки имрӯз миёни гулдухтарон миёни ҷавонон озмуни ҷумҳуриявии кадбонӯи беҳтарин эълон шуд ва шахсан барои мо гулдухтарон магистрантон умуман гулдухтарони тоҷикистонӣ як шарафу як иқдоми нек аст, зеро ҳар як духтари тоҷик бояд он ҳунару истеъдоде ки аз падару модар яъне ки аз модар омӯхтааст бояд ба ҷаҳониён муаррифӣ кунад ки анамин миллати тамаддунофари ориёи тоҷик дорои расму оину ва анамин иқдомҳои неки худ аст, чунки мегӯянд ки аз қадимулайём мардуми миллати тоҷик умуман занои тоҷик хеле кадбону буданд ва моҳир буданд. مدیر بخش کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه منوبات حسنزاده شهلا امروز زنانی سربلند ناحیه مومن‌آباد در آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین با هنرهای خود اشتراک ورزیده ایستادند. امروز ما به نمایش گذاشتیم از قبیل فطیر مسکه، قروتوب و یکچند محصولات‌های نانی، کلچه عروسی، نان‌های چپاتی و هنرهایی که امروز قدری که از بین رفته بودند ما می‌خواهیم که با واسطه همین خیل آزمون‌های جمهوریوی و محفل‌ها و دیگر نمودی ویها کنفرانسیا و واخری‌ها در نهاد جوان دختران پروریدنی البته خویشتن‌شناسی احترام گذاشتن به سنت‌های ملی مردمی ما میباشد و این بار دیگر این چاره‌بینی اثبات می‌نماید که امروز البته را انمون جوان دختران ما کدبانوهای ما البته به توجه نسبت خوراک‌های ملی نیستند
و با آمادگی‌های خیلی هم خوب در این آزمون اشتراک ورزیده ایستادند و خوب شد که از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سال 2019-21 سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید که این بار دیگر امکانیتی خیلی هم وسیع فراهم آورد برای نمایش دادن انمین انعنه‌های ملی اجدادی ما، برای باز هم رشد و نمو یافتن انعنه‌هایی که قریب که از بین رفته بودند. با ابتکار کمیته کار با زنان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروزها در سرتاسر جمهوری آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین برگزار گردید و بعد برگزاری دور دوم این آزمون به عنوان هنرمند ناحیه تیمورملک و دور سیوم این آزمون را خط گرفتند و طوری میبینید ما به عنوان در اینجا محصول دستان خویش از جمله محصولات های نانی، قلم فتیر و تحمل و دیگر محصولات های نانی که در ناحیه ما رشد یافتند و به شک زنان با آنها سر و کار دارند به مرز تماشا گذاشتند. من زیبا براتو هستم، هنرمند کدبانوی مردمی شهر لیوکند که امروز نمایندگی شهر لیوکند رو در اینجا معرفی میکنم و سلام و درود خود رو به تمام تماشابینان تلویزیون سفینه میرسونم. تشکر زیاد میگویم به شما که دائم در همکاری با ما هستید و خوش دارم آن لحظه هایی که فارغ از کار با شما پیوست هستم. شکرانه استقلال دولت میکنیم که امروز ها ما توانستیم هنرهای ملی گذشتگانمان را به جوانان معرفی میکنیم. البته که همه جوانانی که امروز در شهر لیوکند و کار و فعالیت دارند رغبت زیادی دارند به هنرهای قدیمه ملی ما و خصوصا من در لیسه کسبی صنعتی کیمیایی شهر کورسی علاهیده کورس‌های کوتاه مدتی آموزشی هنرهای مردمی می‌آموزانم. خرسند از آن هستم که ما برای آینده زن مادر بانوی هنرمند شدن آنها سهمگذار هستیم.